خب سوال دیگر گفته است همین تعداد فرشتگان، یک برادر پرسیده است که همین ملائکه ها را عددشان آمدگی هست یا نه؟ برادرای عزیز و گرامی، سوره مدثر آیت 31 میگن، الله میگه و ما یعلم جنود ربک الا هو. بین و ما یعلم جنود ربک الا هو، سوره مدثر است. از یک باره که دیگه بیدیم برادران عزیز، سوره مدثر بله سوره مدثر بوده است. و ما یعلم جنود ربک الا هو، این از سوره مدثر آیت 31 بوده است. الله میگوید که هیچ کسی عدد فرشتگان من یا گویم عدد ملائکه های مرا هیچ کس نمیداند. برادرای عزیز، حدیثی داریم جناب امام مسلم میارد، میگه یؤتی بجهنم یومئذ لها 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونها. پیامبر میگه روز قیامت خداوند به میدان قیامت دوزخ را که 70 زمام، یعنی چی گوییم 70 تاجیکای محلی ما و شما در همو سری گاو و سری مال یک نقطه میکنن، یعنی همو را زمام میگن. وقتی که میگه دوزخ 70,000 زمام دارد، یعنی تصور کنید که 70 بنده های در او زدگی هست که 70,000 که او را 70,000 ملائکه دیگر در هر یک زمامش، یعنی هر یک بندی او در 70,000 ملائکه دوزخ میگه کشیده میارن با همون قدر توانایی که الله برای ملائکه ها داده است. یعنی جمع من حساب کردم 49 میلیون ملائکه دوزخ کشیده میارن. برادرای عزیز و گرامی، برای همین یعنی در سوره تور آیت 4 هست و البیت المعمور، خدای مهربان میگه که انا ولی در هفتم آسمان خداوند با کعبه داره، رنگی خیلی که ما در زمین و زیر کعبه داریم و در همین کعبه خیلی که مردم ما طواف میکنن، ملائکه ها هم در هفتم آسمان انمو بیت المعمور دارن، انمو مسجد دارن که در همونجا همین کعبه هست و در گردی او طواف میکنن، اونها هم حج میکنن. خیلی که پیامبر میگه من در هفتم آسمان حضرت ابراهیم دیدم که در همو بیت المعمور ده، یعنی همونجا تکیه زدگی بودن. چگونه ای که حضرت بگیم که در روی زمین که سازنده کعبه بودن، در آسمان هم میگه تکیه بر همو هر یک جزا از جنسی خودش، حضرت میگه در همونجا تکیه زده بودن. اکو برای عدد ملائکه ها را در همینجا حدیث آمده است، میگه که جبرائیل به پیامبر ما گفت که هر روز 70,000 ملائکه می درآید در همین مسجد، همو بیت المعمور، همو کعبه. حتی پیامبر گفت که همون کعبه ای که در هفتم آسمان است در رو بروی همین کعبه هست.
اگر گو حتی اگر از همون بالا اگر همون کعبه که در هفتم آسمان است، اگر به شرطی که وای از آسمان افتد گفت در بالای همین کعبه میزند، در راست براست همین گفت همونجا چی هست؟ کعبه است. پیامبر جبرائیل گفت که 70,000 ملائکه در یک روز میدرآیند، طواف میکنن تا روز قیامت دیگر نوبتش نمیرسد. اگر تصور کنیم برادر عزیز که چی مقدار ملائکه های الله مهربان دارد که اونها همیشه تمجید و همیشه حمد و همیشه بگیم ذکر الله مهربان میکنن. ملائکه ها هیچ وقت برادر عزیز ضعیف نمیشوند و هیچ وقت خواب نمیکنن و اونها نر و ماده نیستند، اونها خوراک نمیخورند و اونها از نور آفریده شدند. برای همین برادران عزیز و گرامی ما این مسئله را دانیم که یعنی عدد ملائکه ها را هیچ کس نمیداند.